سلام و سپاس که با آزادی آنلاین هستید. امروز درباره دعوت به احتیاط از کرونا ویروس در تاجیکستان صحبت میکنیم. سپس از رفتن کارمند ملیسا به نزد راننده و یا برعکس و هم هنرهای نوی مهاجران تاجیک در روسیه رو ببینیم و آهنگ زیبای از آنها رو میشنویم که در روزهای کرانتین نواختند. آنگونه که خودتان هم میدانید تا روز 4 می در تاجیکستان بیشتر از 230 مورد سیرتی بیماری کووید 19 ثبت شده است و حالا مقامات مردم را به احتیاطکاری دعوت میکنند تا از بیماری امین باشند. این ویدیو را از ناحیه بوستان از ولایت سوخت به ما فرستادند و با هم میبینیم که ماموران ملیسا به مردم با بلندگو چی توصیه میدهند. این ویدیوهای دیگر هم به رادیو آزادی از دیگر منطقه‌های تاجیکستان رسید و توصیه فقط برای شستن دستان است و هم رعایت فاصله گیری اجتماعی که میتواند شما را از بیماری امین نگه دارد. یک ویدیو دیگری که با هم میبینیم باز هم درباره کارمندان ملیسا است. مؤلف این نوار که ویدیو را از روسیه فرستاد میگوید ببینید در این کشور ناظران راه به نزد راننده میروند، نه اینکه راننده به نزد افسر ملیسا. او میپرسد چرا در تاجیکستان برعکس است و هر وقتی که ناظران راه ماشین را نگه میدارند راننده دویده به نزد کارمند ملیسا میرود. مگر همین از روی قانون است؟ در واقع بر اساس مقررات راننده حق ندارد به نزد ناظر راه برود. حالا به سراغ مهاجران تاجیک می رویم که بسیاری از آنها هنوز هم در کرانتین درون خانه نشستند و یا از جای کار بیرون نمی آیند. در این مدت بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه هنرهای نوی یاد گرفتند. گروهی از آنها از شهر مسکو این ویدیو را فرستادند و نشان دادند که چگونه می توان به تنور هم کلچه و نان خوشمزه تاجیکی پخت. ویدیو طولانی بود ولی ما کوتاهش کردیم. انا بچو 6 تا در یک دیگ نشان تحویل فوکس نشان تحویل یک گون کس نکده گه میکورا بایست بیستم آقا دسته بردم؟ دسته را راست کن؟ بله بیستم آقا مشتانه سرشتی این دیگ بگی دیگه؟ این ویدیو را که میبینید گروه دیگری از مهاجران از مسکو فرستادند و ظاهرا جای کلچه و نانپزی ندارند ولی وقت خود را هم در خانه‌های تنگ و تار خوب میگذرانند. با امید که همیشه شاد و سلامت باشید و صدای زیبای نو بشنوید. آزادی آنلاین را به پایان میبریم. با آنهایی که ویدیو فرستادن تشکر میگوییم و از آنهایی که ویدیوشان نشر نشد عذر. تلفنی که میبینید برای خبر، ویدیو و عکس‌های شماست با واتساپ، وایبر و تلگرام و ایمو. وبسایتی که میبینید برای گرفتن خبر و پاسخ به سوالهایتان. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.